بین اون زمانی که شاه سلطان حسین شکست خورد و نادر دهلی رو گرفت 16 سال گذشت. نسل عوض نشده، همون افرادی بودن که با شاه سلطان حسین بودن، شکست خوردن، همون افراد با نادر دهلی رو گرفت. پس نشون میده که افراد عوض نشد، رهبری درست بود. پس در مملکت ما اون چیزی که بسیار مهمه اون رهبری است و خوشبختانه بازم عرض میکنم ما در این زمان زندگی میکنیم که از یه رهبری برخوردار هستیم، عاقل، دانا، داهی، که ما رو از یک نقطه ضعف به این نقطه قدرت رسوند در عرض 10 سال. الان در 10 سال دیگه چه خواهد بود؟ از خدا میخوام که این رهبری رو حفظ کنه.